ما از خاک برخاستیم، از زیر سنگ و آتش، از میان دود و تاریکی، اما هنوز ایستاده ایم، چون در رگ‌های ما خون مقاومت می جوشد. ما ملتی هستیم که یاد گرفتیم حتی وقت دنیا علیه ماست، با ایمان، با غیرت، با عشق به وطن ادامه بدهیم. قدرت ما از خاک نیست، از قلب‌هایی که شکستنی نیستند. ما نسلی هستیم که با درد ساخته ایم، نه با تسلیم شدن. امروز افغانستان دوباره متولد می شود، نه از سیاست، نه از وعده ها، بلکه از ایمان جوانانی که هنوز باور دارند و به آینده نگاه می کنند. صدای ما خاموش نمی شود، پرچم ما پایین نمی آید و تا زمانی که نفس می کشیم این سرزمین زنده است. ما افغانستانیم و این فقط آغاز ماست.